سلام، خوش اومدین به این ویدیو. قراره در ادامه یاد بگیرین چجوری میتونین این ژل آلوورای طبی پرخاصیت رو به راحتی توی خونه خودتون بسازین. برای ساختش نیاز به یه سری مواد اولیه دارین که همشون رو با مقدارشون رو توی دیسکریپشن براتون نوشتم. الان اینجا باید تریاتانول رو، پروپیلن گلایکول و گلیسیرین و کربامل رو که مقدارشون توی دیسکریپشن هست رو با هم دیگه قاطی میکنیم و خوب هم میزنیم تا مواد با هم دیگه ترکیب بشن. این آخرین پودری که ریختم کربامل بود. کربامل خاصیت ژل کنندگی میده. ما این مواد رو خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. خوب هم بزنین تا همه مواد با هم دیگه مخلوط بشن. میبینین یه حالت ژل شده. البته خب هنوز ژل نمیشه، ما باید بهش آب مقطر اضافه کنیم، ولی خب میخواستم ببینیم که مخلوط که بکنیم چه شکلی میشه. بعد آب مقطر داریم که بازم مقدارش هست و کم کم باید به موادتون اضافه کنین. به صورت یک دفعه نریزین، یک ذره اضافهش بکنین و هم بزنین. و وقتی که همه آب مقطرتون رو ریختین باید بذارین یه گوشه تا یک ساعت کاملا کربامل با آب مقطر و بقیه مواد واکنش بده و تبدیل به ژل بشه. پس حتما بهش استراحت بدین. چند دقیقه که همش زدین، بعد از اینکه آب رو به صورت کامل قاطی کرده بودین، بعد دیگه باید بذارینش یه گوشه و صبر کنین تا مرحله ژل شدنش رو خودش طی بکنه. حالا توی این فاصله پودر آلوورایی که داریم رو توی مقدار آب مقطر میریزیم. اینم هم میزنیم و اینم میذاریم یک کنار تا به صورت کامل باز بشه توی آب مقطرمون. این دوتا رو میذاریم یک کناری تا به صورت کامل حل بشن و بعد از اون میریم ادامه ویدیو رو میبینیم. خب بعد از یک ساعت اینجوری تبدیل به این فاز کرباملمون بود با اون مواد و اینم که آب مقطرمون بود با پودر آلوورا که اون رو اضافه میکنیم به همون ژلی که تشکیل شده و خوب هم میزنیم تا کامل به صورت کامل پودر آلوورا قاطی بشه با ژلمون. و بعد بهش نگهدارنده یا فنوکسیمون رو اضافه میکنیم. سیکلوپنتا رو هم میتونین حالا یا قبل از اینکه بهش فنوکسی رو بزنین یا بعدش اضافه بکنین، خیلی فرقی نمیکنه. فقط حتما خوب هم بزنین تا کل موادتون آغشته بشه به نگهدارنده. این ژلیه که به ما داده، ببینین چقدر خوبه. هم توش گلیسرین داره، هم پودر آلوورا داره و همون سیکلوپنتایی هم که میزنیم مرطوب کننده است و کلی به پوست حس خوب میده و پوست رو نرم میکنه. و من در این مرحله هم بهش سیکلوپنتا رو اضافه کردم. خوب هم میزنیم و آماده است برای استفاده شما.